به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی که وقتی وارد حوزه نشر شد سر و صدای زیادی رو به پا کرد در ایران شروع میکنیم. راز، نوشته راندا برن و ترجمه علیرضا کریمی نظر. موضوعش در مورد تفکر نوین هستش و انتشارات آلوس در سال 1395 در تهران این کتاب رو چاپ کرده. من بدون مقدمه و خوندن پیشگفتار وارد بحث اصلی این کتاب میشم که بتونم تعداد زیادی از سرفصل‌ها رو برای شما بخونم. لطفاً با من همراه باشید که این کتاب زیبا رو کشفش کنید. اما راز چیست؟ باب پراکتر میگه احتمالاً شما با تعجب نشسته اید و میاندیشید که این دیگر چه رازی است؟ من به شما میگویم که تعریفم از آن چیست. ما با یک نیروی بیکران و نامحدود مواجهیم که امروز زندگی ما به واسطه قوانین دقیقاً مشابهی و البته به دست خودمان هدایت میشوند. قوانین هستی آنچنان دقیق هستند که ما حتی برای ساختن سفینه‌های فضایی خود هم مشکلی نداریم. می توانیم انسان را به کره ماه بفرستیم و بازگشتش را با دقت کسری از ثانیه اندازه‌گیری کنیم. هر کدام از ما در هر کجا که باشیم، از هند و استرالیا و نیوزلند گرفته تا استکهلم و لندن و تورنتو و مونترال و نیویورک، همگی با یک قانون سر و کار داریم و آن هم قانون جذب است و این قانون همان رازی است که از آن حرف زدیم. هر چیز قابل تصوری که به زندگی شما وارد می شود را خودتان جذب می کنید و آنها به واسطه تصاویر و تفکراتی که در ذهن خود نگه می دارید به سوی شما جلب می شود. آنچه به وجود می آید همان نیست که شما به آن فکر می کنید. از دید بزرگترین اساتیدی که تاکنون در این کره خاکی زیسته‌اند، قانون جذب پرقدرت‌ترین قانون کائنات است. شاعرانی چون ویلیام شکسپیر، رابرت برونینگ و ویلیام بلیک این نکته را در اشعار خود گنجانده و به ما منتقل کردند. لودویگ فون بتهوون نیز آن را از طریق موسیقیش ابراز کرد و لئوناردو داوینچی آن را در نقاشی خود به تصویر کشیده است. متفکرین بزرگی از جمله افلاطون، سقراط، رالف والدو امرسون، پیثاگورس و سر اسحاق نیوتن و یوهان ولفگانگ فون گوته و ویکتور هوگو هم با ما در این موضوع شریک شدند و به خاطر همین راز است که نام آنها ماندگار شده است. آیین‌هایی مثل هندو، سنت‌های جادویی کیمیاگری، یهودیت، مسیحیت، اسلام و همچنین تمدن‌هایی مثل بابلیان و مصریان باستان نیز از طریق نوشته‌هایشان به ما پیوستند. قانون جذب که در طول سالیان متمادی به صورت گوناگون ثبت شده، در میان نوشته‌های قدیمی به یادگار مانده که از میان سنگ نوشته‌های مربوط به 3000 سال پیش از میلاد مسیح قابل دستیابی است. اگرچه عده‌ای همواره سعی در مخفی نگه داشتن آن داشتند و در کار خود هم موفق بودند، اما راز همیشه در دسترس کسانی که طالب آن بودند قرار داشته است. این قانون همیشه بوده و خواهد بود، چون به آغاز هستی متولد گردید. این قانون در تک تک تجربیاتی که در زندگی دارید عمل می کند. مهم نیست شما کی هستید و در کجا زندگی می کنید. قانون جذب کلیت تجربه شما را از زندگی شکل می دهد و این قدرتمندترین قدرت‌ها این کار را از طریق افکار شما انجام می دهد. شما تنها کسی هستید که قانون جذب را از طریق فکرتان انجام می دهید. در سال 1912 چارلز هانل قانون جذب را با عنوان بزرگترین و کاملترین قانونی که همه سیستم آفرینش با آن بستگی دارد توصیف کرد. باب پراکتر میگه انسان‌های خردمند همیشه در طول تاریخ از آن مطلع بودند.
حتی اگر به تمدن بابل باستان هم مراجعه کنید، خواهید دید که آنها هم این راز را می شناختند، گرچه فقط عده کوچکی از این راز آگاهی داشتند. مردمان بابل به عنوان خالقان یکی از عجایب هفتگانه جهان شناخته شدند. آنان از طریق درک قوانین جهان هستی به یکی از ثروتمندترین اقوام تاریخ تبدیل شده بودند. مدارک باقی مانده و ثبت شده نشان از شکوفایی بابلیان می‌دهد که توسط دانشمندان آنها ثبت و ضبط شده. باب پراکتر میگه چرا تصور میکنید که تنها 1% از جمعیت جهان در حدود 96% از کل پول تولید شده را در اختیار خود دارند؟ آیا فکر میکنید از قدیم به این شکل بوده است؟ خیر، اوضاع کم کم به این شکل طراحی و برنامه ریزی شد. این افراد راز را درک کرده بودند و حالا این شمایید که دارید با آن آشنا میشوید. افرادی که آگاهانه یا ناآگاهانه ثروتمند شدند در واقع راز را به کار گرفتند. در مغز آنها افکاری در خصوص ثروت جریان داشته و به آنها اجازه نمی‌دهد هیچ تفکر دیگری در ذهنشان ریشه کند. افکار آنها تنها ثروت را می‌شناخت و اندیشه دیگری نداشتند، خواه این عمل از روی آگاهی باشد و یا ناخودآگاه به آن پرداخته باشند. در حقیقت این همان قانون جذب است که به کار افتاده است. نمونه کامل و خوبی که راز را به اثبات می‌رساند به این شرح است. شما هم ممکن است با افرادی برخورد کرده باشید که ثروت کلانی به دست آورده، اما پس از مدتی آن را از دست داده و دوباره ثروتمند شدند. آنان چه بدانند و چه ندانند، آنچه اتفاق می‌افتد آن است که در ابتدا افکار آنها حول محور دارایی و ثروت دور می‌زند و به همین دلیل آن را به دست می‌آورند. اما بعد فکرهای پرترس در مورد از دست دادن آن ثروت به ذهنشان نفوذ می‌کند تا بالاخره این ترس تبدیل به اندیشه غالب در ذهنشان می‌شود. عقربه نشان دهنده جهت افکار در ذهن آنان از فکر کردن به افکار مربوط به ثروت به سوی افکار مرتبط با ضرر و زیان و باخت تغییر جهت داده و بنابراین تمام ثروت خود را از دست می‌دهند. اما به محض از دست دادن دارایی، ترس از باخت و از دست دادن نیز از میان می‌رود و جهت عقربه‌ها دوباره به سوی فکرهای مربوط به ثروت باز می‌گردد که به این ترتیب ثروت هم به سویشان برمی‌گردد. قانون جذب به افکار شما پاسخ می‌دهد، بدون توجه به آنکه این افکار در بردارنده چه موضوعاتی هستند. هر چیز همجنس خود را جذب می‌کند. جان آساراف میگه ساده ترین راهی که به کمک آن می‌توانیم تأثیر قانون جذب را بررسی کنم این است که خودم را به عنوان یک جاذب در نظر بگیرم. شما قوی ترین مغناطیس در تمام کائنات هستید. شما در درون خود چنان قدرت جذب کننده‌ای دارید که هر قدرت دیگری در برابر آن ناتوان است. و این قدرت جذب بیکرانی است که از طریق افکارتان به بیرون ساطع می شود. باب دویل نویسنده و متخصص قانون جذب میگه قانون جذب هر چیز همجنس خود را جذب می کند، ولی نکته مهم اینجاست که به واقع داریم در سطح اندیشه ها گفتگو می کنیم. قانون جذب هر چیز همجنس خود را جذب می کند و زمانی که به موضوع خاص فکر می کنید شما در حال کشاندن همجنس آن افکار به سوی خودتان می باشید. در اینجا به نمونه های بیشتر که در زندگی تجربه کرده اید اشاره می کنید. آیا تا به حال اتفاق افتاده که شروع به فکر کردن در مورد موضوع ناخوشایندی باشید و با ادامه افکار متوجه شوید که آن موضوع بدتر و ناراحت کننده تر به نظر می رسد؟ این به آن دلیل است که قانون جذب بلافاصله افکار بیشتری از همان جنس را به سمت ذهن شما می کشاند. در مدت کمی آنقدر اندیشه های غمگین از جنس همان فکر اولیه به سمت شما می آید که به نظر می رسد اوضاع در حال بدتر و بدتر شدن است و هرچه بیشتر در آن مورد فکر می کنید بیشتر ناراحت می شوید. عکس این اتفاق هم ممکن است اتفاق بیفتد.
زمانی که به یک موسیقی خاص گوش می‌دهید هم این پدیده را تجربه کرده باشید که نمی‌توانید آن موسیقی را از ذهن خود خارج نمایید. نوای موسیقی بارها در مغز شما طنین‌انداز شده و تکرار می‌شود. اگرچه گاهی ممکن است آن را درک نکنید. اما وقتی به آن گوش می‌دهید، تمام افکارتان به آن متمرکز می‌شود. در این صورت با قدرت تمام افکاری را که از جنس آن موسیقی است را به خود جذب می‌کنید. قانون جذب به کار می‌افتد و افکار بیشتری در جهت همان موسیقی به ذهن شما منتقل می‌سازد. جان آساروف میگه وظیفه ما به عنوان یک انسان این است که در ذهن خود مصرانه به آنچه می‌خواهیم بپردازیم و آن را در ذهن خود روشن و شفاف کنیم. این نقطه آغاز بیداری یکی از قوانین بزرگ جهان هستی یعنی قانون جذب است. در نتیجه شما به آنچه بیشتر فکر می‌کنید تبدیل می‌شوید و بیشتر آن را جذب می‌کنید. زندگی فعلی شما انعکاسی از افکار گذشته شماست. این اندیشه‌ها می‌تواند در بردارنده مهمترین تا بی اهمیت‌ترین اموری باشند که در ذهن داشته‌اید. با توجه به این نکته که می‌دانیم آنچه را بیشتر بدان می‌اندیشید به سمت خود می‌کشاند. درک این موضوع که تاکنون چه تفکراتی بر ذهن شما غلبه داشتند آسان است، چون این زندگی را تجربه کردید. ولی می‌توان گفت تاکنون اینطور بوده. حالا شما در حال آموختن راز هستید و با این دانش می‌توانید همه چیز را متحول کنید. باب پراکتر میگه هرچه را که در ذهنت پرورش دهی به دست می‌آوری. هنگامی که این فرایند در ذهن شما جا بیفتد، در عمل می‌توانید به عنوان ابزاری کارآمد از آن استفاده کنید. اگر بتوانید به تفکر درباره خواسته خود ادامه دهید و آن را به شکل اندیشه غالب در ذهن خویش درآورید، بدون تردید آن را به زندگی واقعی خود وارد کردید. مایک دالی میگه این اصل را میتوان در یک جمله خلاصه کرد. افکار به واقعیت تبدیل میشوند. به واسطه این قانون اندیشه ها واقعی میشوند. این جمله را بارها به خود بگویید و اجازه دهید تا به هر دو حیطه خودآگاه و ناخودآگاه شما نفوذ کند. جان آساروف میگه نکته‌ای که بیشتر مردم از آن غافلند این است که فکر دارای فرکانس است و نوعی موج به حساب می آید و بنابراین اگر فکری در ذهن دارید و زیادی به آن می‌اندیشید، اگر داشتن یک اتومبیل نو در اختیار داشتن پولی که به آن نیاز دارید، ایجاد یک شراکت و یافتن محبوب و شریک زندگیتان را در ذهن خود مجسم می‌کنید و اگر در خیالتان آنچه را که به آنها شبیه کرده اید به تصور بیاورید، به شکلی ثابت در حال ارسال و انتشار فرکانس هستید. چارلز هانل میگه گرایشات ذهنی غالباً مانند جاذبه عمل می‌کنند. قانون جاذبه هم میگوید که هر چیزی هم جنس خود را می‌رباید. در نتیجه رویکردها و گرایش‌های ذهنی به صورت ثابت و بدون تغییر وضعیت‌هایی را جذب می‌کنند که با طبیعتشان تطابق و همخوانی داشته باشد. دکتر جو ویتالی میگه افکار علائمی مغناطیسی را به دنیای خارج ما می‌فرستند و همین سبب می‌شوند نظیر خودشان را به سمت ما جذب کنند. افکار خاصیت جذب کنندگی دارند و هر کدام فرکانس خاصی دارند. وقتی شما فکر می‌کنید افکارتان به سمت جهان هستی به حرکت در می‌آیند و چیزهایی را که جنس و فرکانسشان با افکار شما همخوانی دارد را به سوی خود جذب می‌نماید. و این نکته را نیز می‌دانید که هرچه از بیرون به کائنات فرستاده شود عاقبت به منبع خود باز خواهد گشت که در اینجا این منبع خود شما هستید. از این منظر به این موضوع نگاه کنید. می‌دانیم که برج مخابراتی یک ایستگاه تلویزیونی امواج را به شکل یک سری فرکانس منتشر می‌کند و این امواج در تلویزیون شما به تصاویر تبدیل می‌گردند که بسیاری از ما متوجه این اتفاقات نمی‌شویم. ما با انتخاب یک کانال در واقع یک فرکانس به خصوص را برمی‌گزینیم که پس از آن می‌توانیم تصاویری را که از آن کانال پخش می‌شوند دریافت کنیم. اگر بخواهیم تصاویر متفاوتی را بر صفحه تلویزیون مشاهده کنیم، به ناچار باید کانال را عوض و روی فرکانس تازه تنظیم نماییم.
شما یک برج مخابراتی انسانی هستید که پرقدرت‌ترین برج مخابراتی در تمام کائنات به حساب می‌آیید. چیزی که از سوی شما فرستاده می شود زندگی شما و کل عالم را خلق نمی کند، بلکه شما فرکانسی را به واسطه افکار خود به برای شهرها، کشورها و کل جهان می فرستید. تصاویری که شما پس از مخابره افکارتان دریافت می کنید در حقیقت تصاویر زندگی شما هستند. اگر تمایل داشته باشید که تغییری در زندگی خود به وجود آورید، باید کانال و فرکانس افکارتان را تغییر دهید. ارتعاشات نیروهای ذهنی لطیفترین و در نتیجه قدرتمندترین ارتعاشات در عالم وجود هستند. چارلز هانت. باب پراکتر میگه خود را تصور کنید که در میان ثروت و فراوانی زندگی میکنید. پس مطمئن باشید که آن را به دست میآورید. این راه در هر زمان و در مورد همه انسانها مفید است. هنگامی که در افکارتان خود را در ناز و نعمت می‌بینید، به شکلی آگاهانه قانون جذب را اعمال می‌کنید. اما بعد از آن این سوال در ذهن شکل می‌گیرد: پس چرا همه مردم از آن زندگی که در رویای خود دارند برخوردار نیستند؟ جذب خوبی به جای بدی. جان آساروف میگه مشکل اینجاست که اکثر مردم دائما در مورد آنچه نمیخواهم باشند و یا داشته باشند فکر میکنند و بعد نیز شگفت زده میشوند که چرا همانها بارها در زندگیشان ایجاد میشود. تنها دلیل این است که مردم بیشتر به آنچه فکر میکنند که نمیخواهند. به ندای افکارتان گوش دهید و به چیزهایی که به زبان نمیآورید هم دقت کنید. بیاد داشته باشید قانون جذب قانونی مطلق است که هیچگاه تصادفی یا اشتباه عمل نمی کند. امروز بشر به یک بیماری همهگیر به نام بیماری نمیخواهم مبتلا شده که از هر عفونت و طاعونی خطرناکتر است. مردم بیشتر به آنچه نمیخواهم فکر میکنند و در مورد آن هم صحبت میکنند. ولی نسل فعلی این گذشته را تغییر خواهد داد، چرا که ما به دانشی رسیده ایم که میتواند ما را از این بیماری رهایمان سازد. شما می توانید با فکر کردن و صحبت کردن در مورد چیزهایی که می خواهید یکی از افرادی باشید که در این راه پیش قدم هستند. باب دوبل میگه قانون جذب و افکار شما واکنش نشان می دهد. اهمیتی ندارد که درک شما از خوبی و بدی چیست، یا اینکه آیا واقعا طالب آن چیز هستید یا نه. بنابراین اگر به کوهی از بدیهای خود نگاه کنید و نسبت به آنها احساس بدی داشته باشید، علامتی به سوی کل عالم می‌فرستید که من به خاطر تمام اشتباهاتی که کردم احساس خیلی بدی دارم و با این کار فقط شما در درون خودتان مهر تاییدی به آن میزنید و به این شکل این حس را در تمام زندگی خود احساس می‌کنید. قانون جذب قانون طبیعت است و قدرت تشخیص فرق بین خوبی‌ها و بدی‌ها را ندارد. این قانون تفکرات شما را دریافت کرده و بعد آنها را در قالب تجربیات زندگی به شما برمیگرداند. لیسا نیکولز نویسنده و وکیل خصوصی میگه واقعیت این است که قانون جذب در حقیقت همه آن چیزی را که شما بر روی آن متمرکز هستید و به آن فکر می‌کنید در اختیار شما قرار می‌دهد. وقتی شما بر روی چیزهایی که نمی‌خواهید متمرکز می‌شوید، نمی‌خواهم دیر برسم، قانون جذب صدای شما را نمی‌شنود. فقط آنچه را به آن می‌اندیشید در زندگی شما متجلی می‌کند. قانون جذب از خواسته‌ها و نخواسته‌های شما دفاع نمی‌کند، فقط آنها را از عالم اندیشه به عالم وجود منتقل می‌کند. هنگامی که اندیشه‌هایتان روی موضوعی که آن را می‌خواهید تمرکز می‌کند، در آن لحظه شما با بیشترین نیرویی که در عالم وجود دارد آنچه را که می‌خواهید احضار می‌کنید. این قانون قادر به محاسبه نمی‌خواهم یا نه یا هر جمله منفی دیگری نیست. وقتی شما کلمه ای را به شکل منفی به کار می‌برید، قانون جذب آن را به شکل دیگری تفسیر می‌کند. مثلا نمی‌خواهم این لباس لک شود. من می‌خواهم که روی این لباس لکه‌ای بیفتد و حتی کثیف‌تر هم شود. چیزی که قانون جذب درک می‌کند. یا مثلا
نمیخواهم موهایم را بد کوتاه کنم. قانون جذب فکر میکنه من میخواهم که موهایم به فرم بدی کوتاه شود. نمیخواهم دیر برسم، اما قانون جذب میکنه من میخواهم که تأخیر داشته باشم. نمیخواهم کسی به من توهین کند، اما قانون جذب چی میگه؟ میگه تو داری میگی من میخواهم همه افراد به من توهین و گستاخی کنند. نمیخواهم میز ما را در رستوران از دست بدهیم. میخواهم که میزمان توسط شخص دیگری رزرو شده باشد. نمیخواهم کفشایم خراب شوند. میخواهم که کفشایم خراب شوند. نمیتوانم همه این کار را انجام دهم. من میخواهم بیش از آنچه توان دارم کار داشته باشم. نمیخواهم آنفولانزا بگیرم. من میخواهم به آنفولانزا یا هر بیماری دیگری مبتلا شوم. نمیخواهم بحث کنم. من میخواهم مدام در حال بحث و جدل باشم. با من اینطور حرف نزن. من میخواهم همه با من اینطور حرف بزنن. به طور کلی قانون جذب تفکرات شما را در واقعیات برایتان مجسم میکند. باب پراکتر میگه قانون جذب همیشه فعال است و در تمام لحظات زندگی ما جریان دارد، چه آن را باور داشته باشیم یا فقط حضورش را درک کنیم یا حتی اصولاً متوجه آن نباشیم. دانشمندان فیزیک کوانتوم میگویند که کل کائنات از اندیشه ها و افکار به وجود آمدند و شما هم از طریق اندیشه هایتان زندگی خود را به واسطه قانون جذب ایجاد میکنید. با آگاهی از این موضوع قدرتی باور نکردنی در شما به وجود می آید که باعث می شود تا شما به زندگی خود فکر کنید و آن را به عالم وجود وارد کنید. لیسا نیکولز میگه هر قدر شما در مورد این قانون بیشتر تفکر کنید بیشتر فعال می شود. هر وقت که افکارتان جریان داشته باشد قانون جذب هم جریان دارد. زمانی که شما به گذشته، حال یا آینده فکر می کنید قانون جذب در حال عمل کردن است که شما آن را به طور موقت یا دائم قطع نمی کنید. این فرایند تا ابد وجود دارد. غالب اوقات ما چه متوجه باشیم و چه نباشیم به تفکر می‌گذرد. زمانی که صحبت می‌کنید یا به حرف دیگران گوش می‌دهید یا هنگامی که روزنامه می‌خوانید یا تلویزیون نگاه می‌کنید در حال فکر کردن هستید. وقتی خاطرات گذشته را به خاطر می‌آورید یا به موضوعی در آینده توجه می‌کنید در حال تفکر هستید. هنگام رانندگی یا هنگامی که حاضر می‌شوید تا به مدرسه یا محل کار خود بروید در حال اندیشیدن هستید. بسیاری از ما فقط زمان خواب است که فکر نمی‌کنیم. اما به این نکته توجه کنید که حتی وقتی هم که به خواب می‌رویم این نیرو بر روی افکار قبلی ما کار می‌کند. پس قبل از خواب افکارتان را به اندیشه‌های خوب تبدیل کنید. مایکل برنارد بکویست میگه همیشه آفرینشی در حال به وقوع پیوستن است. هر وقت که فکری در ذهن شکل می‌گیرد یا کسی به مدت طولانی به یک نوع خاص تفکر عادت می‌کند، در میانه فرایند آفرینش قرار دارد و به زودی چیزی از این تفکرات در خارج نمایان می‌شود. تفکرات امروز شما زندگی فردا را نمی‌آفریند، بلکه در واقع این خود شما هستید که زندگی خود را با افکارتان خلق می‌کنید. آن چیزی که شما بیشتر به آن فکر می‌کنید بدون شک در زندگی شما پدیدار می‌شود. در مورد قانون جذب هم مانند تمامی قوانین یک حرفهایی وجود دارد. هرچه امروز بکارید فردا درو خواهید کرد. اندیشه‌های شما همان دانه‌هایی هستند که امروز می‌کارید. بنابراین محصولی که فردا برداشت می‌کنید بدون تردید همان دانه‌هایی هستند که امروز می‌کارید. اگر در حال شکایت کردن هستید قانون جذب موقعیت‌های بیشتری شبیه آنچه درباره‌اش شکایت می‌کنید در زندگی شما وارد می‌کند. اگر به شکایت کسی گوش می‌دهید و بر آن تمرکز می‌کنید احساس همدردی و موافقت شما باعث می‌شود که در آن لحظه مشغول جذب موقعیت‌های مشابهی به سوی خود باشید. این قانون از طریق افکارتان منعکس می‌شود و شما با این آگاهی می‌توانید شیوه تفکر خود را تغییر دهید و هر اتفاقی را در سراسر زندگیتان تغییر دهید. بیل هریس میگه معلم در پایه‌گذار مؤسسه تحقیقاتی سنتر پوینت
میگه من دانش آموزی به نام رابرت داشتم که یک دوره درسی اینترنتی را با من داشت. او طی این مدت میتوانست از طریق ایمیل شخصی به من دسترسی پیدا کند. رابرت که یک همجنسگرا بود شرحی از واقعیات زندگیش تهیه کرده و مرا از طریق ایمیل در جریان میگذاشت. همکارانش علیه او با هم متحد شده بودند و موقعیت او در آنجا پر از درگیری و تنش بود. وقتی در خیابان راه میرفت در مسیر افرادی قرار میگرفت که از همجنسگرایان میترسیدند یا از آنها بدشان میآمد. او همیشه آرزو داشت که یک کمدین شود، اما وقتی یک روز برای اجرای نقش روی صحنه رفت همه او را به خاطر همجنسگرا بودنش سرزنش کردند. زندگی او تبدیل شده بود به زندگی خالی از شادی و پر از بدبختی و مصیبت. او فقط به دلیل همجنسگرا بودنش در ارتباط با اطرافیان مورد حمله و تعرض قرار می گرفت. من به او یاد دادم که دارد بر روی آنچه نمیخواهد تمرکز می کند. به یکی از ایمیل هایش اشاره کردم و گفتم برو دوباره آن را بخوان. نگاه کن ببین در مورد تمام موضوعاتی که نمیخواهی با من صحبت میکنی. به صراحت میتوانم بگویم تو نسبت به آنها بسیار احساساتی هستی و هر زمان که هر کدام از ما با هیجان بر روی موضوعی تمرکز کنیم وقوع آن را راحت‌تر و سریع‌تر می‌کنیم. بعد از آن او به خواسته‌هایش تمرکز کرد و تلاش خود را در این راه به کار گرفت. چیزی که در طول 6 یا 8 هفته روی داد یک معجزه مطلق بود. همه کسانی که در محیط کار او را رنجیده کرده بودند یا استعفا دادند یا به بخش دیگری منتقل شدند و یا کاملا او را رها کردند. حالا او کم کم داشت به کارش علاقه‌مند می‌شد و دیگر کسی او را در خیابان آزار نمی‌داد. در نهایت یک کار دائمی نمایش کمدی به او پیشنهاد شد که وقتی روی صحنه رفت با تشویق تماشاگران مواجه شد و کسی به او طعنه نزد. زندگی رابرت کاملا دگرگون شد و این تنها دلیل تمرکز وی به چیزهایی بود که واقعا طالبش بود. زندگی رابرت به خاطر تغییری که در اندیشه‌هایش به وجود آورد متحول شد. او در حقیقت فرکانس متفاوتی را به سوی جهان مخابره کرد که کائنات میبایست تصاویری متناسب با این فرکانس به سویش میفرستادند و اهمیتی هم نداشت که این موقعیت تازه چه اندازه غیر ممکن بود. افکار جدید رابرت فرکانس تازه او شده بودند، پس کلیت زندگی او متحول شد. زندگی شما در مشتتان است. فرقی نمی کند کجا هستید و تاکنون چه حوادثی را تجربه کردید. می توانید از همین حالا شروع کنید و به طور آگاهانه اندیشه های خود را انتخاب کنید و زندگیتان را تغییر دهید. هیچ موقعیت هرچقدر هم سخت خالی از امید به بهبودی نیست. هر شرایطی که در زندگی شما موجود باشد می تواند تغییر کند. اما قدرت ذهن. مایکل برنارد بکویست میگه شما افکاری از جنس همان اندیشه هایی که قسمت عمده ای از ذهنتان را اشغال می کند را به سمت خود می کشید. چه به آنها آگاهانه بیاندیشید چه ناخودآگاه. این عمل کار همان سایش را در آزمایشات ربایش مغناطیسی انجام می دهد. دیگر فرقی ندارد در گذشته نسبت به تفکراتتان آگاه بودید یا خیر. مهم این است که همکنون در حال آگاه شدن هستید. حالا با در اختیار داشتن دانش راز دارید از خواب عمیق بیدار می شوید. آشنایی با خرد ناب راز، آگاهی از قانون جذب و اطلاع یافتن از نیرویی که از طریق اندیشه ها در دست شماست. دکتر جن دمارتینی میگه اگر به چیزهایی که به راز مرتبط می شود و به نیروی ذهن و توجه خودمان در زندگی دقت کنیم خواهیم دید که همه چیز اطراف ما را در بر می‌گیرد. تنها کاری که باید بکنیم آن است که چشمایمان را باز کنیم و به اطرافمان درست نگاه کنیم. خب دیگه وقت به من اجازه نمیده بیشتر از این کتاب زیبا رو برای شما بخونم. در اصل این کتاب جمع‌آوری سخنان بزرگان هستش که بعد آقای راندابن در موردشون یه توضیحات کوچولویی هم دادن. امیدوارم که بر آنچه که دوست دارید تمرکز کنید و زندگیتون رو متحول کنید
و راز آگاهی داشتن نسبت به قدرت همان راز واقعی آن است. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.